حالا پاشو بیا یه دقیقه پایین. باید بگردم پالوان. بیا پایین تا بهت بگم. این چاله رو میبینی اینجا؟ این چاله فقط توجه کن. صبح زود ساعت 6 میای دوبار من صدا میکن، میگه آقای بدی آقای بدی. اگه جواب تو دادم که هیچ، دست من میگیری میام بیرون. 200,000 تومان پول تو این داشبورد این ماشین، این پاکت زیاد برمیداری میگیری. اما اگه جواب تو ندادم 20 تا بیل خاک که اینجاست، میرزی روی من، پول تام اونجاست برمیداری. آقا تو را به خدا ما ببر سر جامو. ما الان این کارا نیستم، پول چیزا نخواستیم ببرمو. ببین پسر جون، من که نمیخوام برات دردسر درست کنم که. بابا دردسر چی دردسر؟ ما میفهمیم اصلا باید دی میشه خود تو باید ما خیم بریم. ما حالا این کار اصلا نیستیم. این کار نیستی یعنی چی؟ یعنی 20 تا بیل خاک نمیتونی بریزی اینجا رو این چاده؟ من الان به تو احتیاج دارم. مگه به تو احتیاج نداشتم که التماس تو نمی‌کردم. ها؟ موقع التماس کنم؟ ها؟ نه بابا التماس بروشی.